یه آیه دیگه، این همه آیات اعتقادی و باوری است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو ان اهل القرى انگشتم به طرف خورچاد و منطقه است، انظره، رمضان، حضور، روستاهای اطراف، ولو ان اهل القرى عبدون، دو تا صفت داشته باشن، دو تا ویژگی، آمنو و تقوا لفتحنا علیهم برکات. اکثر شما یا طلبه بودید یا با طلبه ها و مدرسین و علما ارتباط دارید یا کشورهای عربی گیرید، میدونید این معنی ظاهری شد. ولو ان اهل القرى آمنو و تقوا، اگر اهل قریه، شهری، روستایی، منطقه‌ای دو تا ویژگی داشته باشند، آمنو و تقوا، نتیجه چی میشه؟ ایمان و خدا ترسی داشته باشند. لفتحنا، رب العزت و الجلال میگه، علیهم، بر اونها، برکات، نه یک برکت، برکات من السماء والارض، سبحان الله، ما درهای برکت های آسمان و زمین رو بر اونها باز میکنیم.